تاجران در تاجیکستان میگویند بسته شدن بازارها بنابر گسترش کرونا ویروس درآمد آنها را برباد داد و آنها نمیتوانند قرضهایی از بانک گرفتهشان را سری وقت پرداخت کنند. نگینا صابرова تاجره که تجربه بیش از 30 ساله تجارت را دارد در شرایط خطر سرایت بیماری کووید 19 بیکار مانده است. این زن 63 ساله یکی از هزاران تاجر بازار کاروان دوشنبه است که میگوید غیر تجارت هیچ منبع درآمد دیگر نداشت و ادامه تعطیل بازارها که اینک تا 15 ایون تمدید شد وضع زندگیش را دشوارتر خواهد کرد. همین بانک ها یک علاجش باشه، یاردم کنه، پاتنت دادیم، نالوگ دادگیم، اکتیو کار کردگیم. صابرова یگانه تاجر نیست که خواستار دریافت سبکی در پرداخت قرض بانکیش است. چون این تاجران از دیگر منطقه های کشور که این شب و روز از سبب بسته بودن جایهای کارشان بیکار ماندند از تقدیر تجارتشان نگرانند. در همین حال مسئولان برخی از بانک های تاجیکستان میگویند در شرایط پاندمی کرونا ویروس امتیازهای را برای دستگیری تاجران و صاحبکاران پیشنهاد نمودند. تیمور یوریبک معاون رئیس کامرس بانک تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت مشتریانشان را از جمله صاحبکاران را که در شرایط کرونا ویروس وضع اقتصادیشان بد شده است از پرداخت فائز قرض برای 3 ماه آزاد نمودند. او تاکید نمود که همچنین مهلت پرداخت قرض را هم دراز نمودند تا به تاجران وزن نیفتد. این مسئول کامرس بانک تاجیکستان گفت مشتریانشان از حساب مهاجران مهنتی که نمیتوانند به خانواده‌های خود پول فرستند تا 3 ماه فائز قرضشان را میبخشند. وی میگوید در مجموع به خانواده‌های مهاجران مهنتی آماده‌اند تا 3000 سومان قرض بی فائز دهند و در 4 ماه پرداخت قرض را با 13 فائز حساب میکنند، در حالی که به قول او فائز قرضی کامرس بانک به حساب میانه 19.8% را تشکیل میدهد.